مقایسه نفسگیر میان دو نابغه که هر دویشان از تاجیکستان می باشند، شیخ سعد و عبدالله. با چهره و شخصیت شیخ سعد آشنایی دارید که امروزه خود را به نابغه قرن تبدیل کرده است، ولی شما عبدالله را نمیشناسید. این هم یک حافظ قرآن عظیم شان است و در سن 7 سالگی تمام قرآن عظیم شان را حفظ کرده است. خوب، در ابتدا یک ویدیوی دکتر ذاکر نایک را تماشا میکنیم که کودکان در چی سن روزه بگیرند و بعدا این دو نابغه تاجیکستانی سعد و عبدالله را با هم مقایسه میکنیم که کدام اینها بهترین هستند. البته هر دوی اینها بهترین هستند، اما علم کدام آنها بیشتر است. اگر این مقایسه را تماشا نکنید مطمئن باشید که خیلی پشیمان میشوید. The next question is from a sister by the name of Maryam. She's a revert. She's from Birmingham, UK. Salam from a new Muslim. سوال بعدی از طرف خواهر به اسم مریم است و از انگلستان می باشه. سلام از طرف مسلمان جدید که قبلا یک عیسوی بوده است. اطفال من 6 و 9 ساله هستند. گاهی از من می خواهند که روزه بگیرند، ولی من نمیدانم که آنها آمادگیشان را دارند یا خیر. نمیدانم که آیا وقتش رسیده که تمام روز فرزندان خود را گشنه و تشنه نگه دارم. لطفاً راهنماییم کنید. روزه گرفتن تنها بالای مسلمانان بالغ است که عاقل باشد، سالم باشد و سفر نکند، ولی روزه بالای اطفال خردسال فرض نیست. ولی اگر انجامش بدهند ترجیح داده می شود تا اینکه برایش آموخته شود، مانند نماز خواندن که تنها بالای مسلمانان بالغ است و نه برای اطفال خردسال. حدیثی از پیامبر عزیز ما حضرت محمد صلی الله علیه و سلم وجود دارد که می‌فرمایند در سن 7 سالگی فرزندان خود را تشویق بر نماز خواندن کنید و در سن 10 سالگی اگر آنها نماز نمی‌خواندند می توانید از زور هم کار بگیرید. اگرچه بیشتر برای مرد بالغ می باشد، ممکن است برای زن نیز به سن 13 یا 14 سالگی باشد و بسته به سن بلوغشان دارد که آنها 12 یا 13 یا 14 ساله هستند و پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید که در سن 7 سالگی آنها را تشویق کنید و در سن 10 سالگی از زور کار بگیرید. نمی گوییم که می توان از همان سن از زور استفاده کرد تا روزه بگیرند، چون که روزه چیز دیگری است، اما مطمئنا آنها را در سنین کمتر تشویق کنید تا هر چیز زودتر یاد بگیرند. من به یاد می آورم که اولین بار که روزه گرفتم سنم نزدیک به 3 ساله بود و در سن 7 سالگی کل ماه مبارک رمضان را روزه گرفتم و اطفال من خیلی زودتر از من روزه گرفتند. مثلا پسرم شاید در سن 3 سالگی و کل ماه مبارک رمضان را در سن 6 سالگی روزه گرفت و دخترم اولین باری که روزه گرفت سنش 2 ساله بود و کل ماه مبارک رمضان را در سن 5 سالگی روزه گرفت. خوب تشویق کردنشان بسیار یک کار خوب است و اگر حتی طفل روزه بگیرد و بعدش در جریان روزه‌داری بشکند هیچ گناهی ندارد، چنان که آنها واجد شرایط نمی باشند، نه اینکه آنها پس از ماه مبارک رمضان جبرانش کنند. اگر روزه را بشکنند یک روزه داوطلبانه است، مجبور نیستند که آنها جبرانش کنند. بنابراین باید آنها را تشویق کنید. شما می توانید بگویید که اگر روزه بگیرید من برایت جایزه میخرم، عروسک میخرم، آیسکریم میخرم یا چاکلیت میگیرم و این یک کار بسیار خوب است. مراقب باشید که فرزندانتان زودتر روزه بگیرند، نه به خاطر اینکه مثلا من می توانستم کل ماه مبارک رمضان را در سن 7 سالگی روزه بگیرم و یا اینکه پسرم در سن 6 سالگی یا دخترم در سن 5 سالگی روزه گرفت، چون که همه اطفال نمی توانند و اکثر فامیل ها می ترسند و می گویند که اطفالمان مریض می شوند. غم نخورید، هیچ اتفاقی قرار نیست که بیفتد. به جای آن تشویقشان کنید و ماشاءالله در مکتب من اکثر اطفال در صنف اول شروع به روزه گرفتن می کنند و بعضی ها نیز تا نیمه ماه مبارک رمضان می توانند بگیرند. الحمدلله. Because it's not a fard. Encourage them. Many of the parents are afraid, oh, my son will get sick. Don't worry, nothing is going to happen. You're not going to force them, okay, don't eat. Encourage them. In our school, mashallah, children from senior KG first standard, many of them used to fast the full Ramadan. And all of them at least a few days, alhamdulillah.
اکنون مقایسه میان شیخ سعد و عبدالله را با هم تماشا میکنیم، اما قبل از آن برای حمایت از ما این ویدیو را لایک و کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنید تا از جدیدترین ویدیوهای ما آگاه شوید و همچنان این ویدیوها را هم بعداً تماشا کنید که در مورد نابغه جهان شیخ سعد می باشد. لینک هایش در دیسکریپشن است. شیخ سعد نابغه جهان، این نوجوان که حدود 13 سال سن دارد، حافظ تمام قرآن عظیم شان می باشد و کتاب های صحیح البخاری، صحیح المسلم، سنن ابو داود، سنن ترمذی، سنن ابن ماجه و غیره کتاب های دینی را حفظ کرده است و ماشاءالله با این حافظه قویش که هر متن را یک بار میخواند و حفظش میکند. برادرم سعد، آیا بر این متون مسلط میشوی و نگه میداری یا اینکه چگونه برمیگردانی و حفظت را خوب نگه میکنی؟ این سوالی است که مرا متعجب ساخته است. با انسان و سال اینقدر ذکاوت. الحمدلله هر متنی را که یک بار میخوانمش و حفظ میکنم، دیگر تا 4 یا 5 ماه از یادم نمیرود. و این پسرک که 7 سال سن دارد ماشاءالله تمام قرآن عظیمشان را حفظ کرده است. قاری صاحب عبدالله جان کجا تشریف دارند؟ قاری صاحب عبدالله جان برادر خردسال ما که از تاجیکستان هست. قاری صاحب عبدالله جان بیایید. قاری صاحب عبدالله جان از کشور تاجیکستان حافظ کل قرآن عظیم شان. استاد شیم که همه شما را ببینم. حافظ کل قرآن عظیم شان در تاجیکستان قرآن حفظ کردن، الان در مسجد النبوی صلی الله علیه و سلم گردان میکنن. سنشان 7 سال هست. هر کدام ما نوجوان ها متوجه باشن اینها حافظ کل قرآن. این سرمایه عظیم و بزرگ هست. این افتخار امت اسلامی است. امروز این به دنیا و تمام دنیا چالش میدهد با این سن و سال بیاین دیگه ادیانی که در دنیا هست که اونها به اندازه نصف جز قرآن عظیم و شان از تمام او فکر و مفکوره هایی که دارن اگر حفظ داشته باشن بیاین مطرح کنن، اما این حافظ کل قرآن. بناهن هر کدام ما تلاش بکنیم که از این محیط، از این فضا استفاده کنیم، از این فضای مدینه منوره دعا کنیم، در حق مسئولین و این نظام دعا کنیم که خداوند همیشه این نظام سرفراز و سربلند داشته باشد. این امنیتی که در این سرزمین هست این نعمت عظیم و بزرگ است. قدر این نعمت که امنیت هست اگر ما ندانیم خدا از ما پرسان می کند. در زیر نظامی که سر تا سر امنیت، جای این است که ما شکر کنیم. لئن شکرتم لازیدنکم. موفق و پیروز و سرفراز و سربلند باشید. بفرمایید. خب حالا نظر شما در این مورد چیست؟ در کامنت بنویسید. به نظر من شیخ سعد، چون که سعد تمام کتاب‌های احادیث را حفظ کرده است و عبدالله فقط حافظ قرآن عظیم شان است. سپاس فراوان از این که تا اکنون با ما همراه بودید. به خاطر اجر و ثواب این ویدیو را با دوستانتان شریک نموده و برای حمایت از ما این ویدیو را لایک و کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنید. تا درود دیگر بدرود.